سلام دوستان گرامی. امروز میخوایم یاد بگیریم که چگونه طول یک جسم را اندازه بگیریم و واحدات آن را از بزرگ تا کوچک بشناسیم. وسایل مورد نیاز: 1 متر، یک خطکش و چند تا وسیله کوچک مثل یک پنسیل، یک قلم و یک کتاب. موضوع خود را امروز با یک سوال شروع میکنیم که متر چیست و چرا ما به آن ضرورت داریم؟ متر طول مسیر است که نور در خلا در مدت زمانی 1/299,792,458 اوم حصه یک ثانیه طی میکند. متر واحد اصلی اندازه‌گیری طول در سیستم بین المللی واحدها یعنی ایسای است که به عنوان مرجعی برای مقایسه و اندازه‌گیری فاصله بین دو نقطه به کار می‌رود. متر را به حرف ام نشان می‌دهیم، ام کوچک، و کاربردهای روزمره در زندگی خیلی زیاد است، از جمله در معماری، خیاطی و ورزش. برای درک بهتر این موضوع ما شاگردان را به گروپ ها تقسیم میکنیم، یک جدول برای تخته رسم میکنیم. مثلا گروپ اول از شاگردان متر نواری را گرفته قد همدیگر اندازه میگیرند. گروپ دوم طول میز درسیشان را اندازه میگیرند. گروپ سوم محیط یا دور صنف را اندازه میگیرند و آورده برای تخته درج میکنند. جدول نتایج را که شاگردان برای تخته درج کردن، مثلا قد بلندترین فرد گروپ 1.4 متر که مساوی میشه به 140 سانتی متر، طول میز 1 متر که مساوی میشه به 100 سانتی متر و محیط صنف را یافتن که 20 متر است یا مساوی به 2000 سانتی متر میشه. از این که متر دارای اجزا و اضعاف می باشد، ما اجزای متر را معرفی میکنیم. خطکش داریم. برای خطکش فاصله کوچک دیده میشه. این فاصله کوچک که توسط بین دو عدد قرار داره به نام سانتی متر یاد میشه. هر سانتی متر به 10 حصه تقسیم شده که هر حصهش 1 میلی متر یاد میشه. پس 1 سانتی متر مساوی به 10 میلی متر است. از اینکه 1 متر مساوی به 100 سانتی متر است و هر سانتی متر مساوی به 10 میلی متر است، پس 1 متر مساوی به 1000 میلی متر میشه. برای درک بهتر این موضوع ما یک فعالیت گروپی در نظر میگیریم. شاگردان را به گروپ ها تقسیم میکنیم، برایشان خطکش میتیم و ازشان میخواهیم که چند تا از اجسام کوچک را اندازه بگیرند. مثلا گروپ اول طول یک پنسیل را اندازه بگیرند، گروپ دوم طول یک قلم را اندازه بگیرند و گروپ سوم درازی یا طول یک کتاب را اندازه بگیرند. و ما همزمان یک جدول برای تخته رسم میکنیم تا شاگردان نتایج اندازه‌گیری هایشان را آورده برای تخته درج کنند. نتایج را که شاگردان برای جدول درج کردند، مثلا طول پنسیل را یافتند 17 سانتی متر که مساوی میشه به 170 میلی متر، طول قلم را یافتند 13 سانتی متر که مساوی میشه به 130 میلی متر و طول کتاب را یافتند که 22.2 سانتی متر یا مساوی به 222 میلی متر. بعد از انجام این فعالیت ها ما با شاگردان بحث میکنیم که برای اندازه‌گیری طول اجسام کدام واحدها مناسب تر است. مثلا برای طول اجسام کوچکتر ما از واحد سانتی متر و میلی متر استفاده میکنیم و برای اندازه‌گیری طول اجسام بزرگ از واحد متر استفاده میکنیم. حالا ما یک واحد بزرگتر از متر را معرفی میکنیم که عبارت از کیلومتر است. 1 کیلومتر چقدر است؟ 1 کیلومتر 1000 متر است. یعنی 1000 متر که پهلوی همدیگه قرار بدیم میشه 1 کیلومتر. مثلا اگر نظر به زمان در نظر بگیریم، یک فرد در 16 دقیقه 1 کیلومتر را طی میکنه و اگر همین فاصله را با موتر برویم در 5 دقیقه یا 6 دقیقه میپیماییم. بنابراین فرضیه از شاگردان میخواهیم که فاصله خانهشان را تا به مکتب نظر به زمان حساب کنند. مثلا اگر یک شاگرد در 15 دقیقه به مکتب میرسه، یعنی خانهش از مکتب 1 کیلومتر فاصله داره، و یا یکی اگر خانهش نیم ساعت را دور است، به این معنی است که 2 کیلومتر از مکتب فاصله داره. از انجام این فعالیت ها ما نتیجه گرفتیم که 1 متر واحد اصلی طول در سیستم بین المللی است.
دو، برای اندازه‌گیری طول اجسام کوچکتر ما از واحدات سانتیمتر و میلیمتر استفاده میکنیم و برای اندازه‌گیری طول اجسام بزرگ از واحد متر استفاده میکنیم. 3. برای فاصله های بزرگ از واحد کیلومتر استفاده میکنیم. 4. در محاسبات فیزیک همیشه کمیت با واحد آن یکجا نوشته میشود. تشکر از توجهتان. تا دیدار بعد.